خب توی قسمت قبل داستان سیدارتا رو خوندیم و دیدیم که سیدارتا بعد از اینکه یه سری مراحلی رو توی زندگی گذروند و دنبال معنای زندگی بود، در نهایت به اون معنا و آرامش رسید. و حالا من گفتم که یک سری کامنت هایی در واقع روی کتاب سیدارتا دارم، اما چون که قسمت قبل طولانی شد اونها رو نگفتم. حالا اومدم تا کامنت های خودم رو راجع به کتاب بگم. بچه‌ها یکی از قسمت های آموزنده برای من اون قسمتی بود که سیدارتا فهمید که زندگی تک‌بعدی نیست. یعنی درسته که زاهدان زندگی کردن خوبه، عبادت کردن خوبه، حتی ریاضت کشیدن خوبه، ولی مثلا دنیای مادی، لذت‌های دیگه هم جزئی از زندگیه. در واقع زندگی ابعاد مختلفی داره. بعد حالا دیدیم یک سری از آدم ها مثلا میرن فقط دنبال پول. خب بعد از یک مدتی میبینی که طرف به پوچی رسیده یا همه چی داره، زندگی مادی فوق‌العاده‌ای داره، ولی بعد خودشو میکشه. یا میبینی طرف میره دنبال لذت محض. لذت محض چیه؟ مواد مخدر. و توی اون غرق میکنه خودش رو، در واقع افراط میکنه توی اون قضیه. بعد از یه مدتی میبینی که طرف دلش رو زد یا توی یه مسیر اشتباهی کلن افتاد. یا آدم هایی که فقط رفیق بازی میکنن، آدم هایی که فقط کتاب میخونن، آدم هایی که فقط درس میخونن، فقط کار میکنن. پس بچه‌ها ما اینجا یه نتیجه‌ای که باید برای خودمون بگیریم اینه: زندگی ابعاد مختلف داره. آقا برای زندگی خانوادگیمون، دوستانمون، کارمون، از اون طرف برای یک زمانی برای خودمون بودن، فکر کردن، کتاب خوندن، سفر کردن، برای تمام اینها ما باید برنامه بریزیم. و ما وقتی توی کلاس‌های منتورینگ برنامه میریزیم با بچه‌ها، اصولاً بچه‌ها اصلاً برای روابطشون برنامه ندارن. یعنی اصلاً تو به ذهنشون نمیرسه که الان اگر این ماه تولده به فرض خواهرته باید براش برنامه ریزی کنی. اصلا باید برای دوستت این ماه دوستت باید دعوت بکنی، یا برای یک سری اهداف چه میدونم مثلا فکر میکنن اهداف فقط شغل، فقط پول، فقط ماشینه، فقط خونه است. اینا نیست بچه‌ها. هدف یه موقع اینه که گلامو به موقع آب بدم، گل بخرم برای خونم، نمیدونم یک سری کمک کردن ها مثلا به دیگران. اینها میتونه زندگی ما رو در واقع چند بعدی بکنه و ما به اون پوچیه نرسیم. مورد بعدی بچه ها برای خود من این بود، اونجایی که واسودوا میگفت که زمان توهمه. یعنی همه اون چیزهایی که حالا تو هستی یا بودی در آن واحده. یعنی الان ممکنه زندگی تو رنج داشته باشه، شادی داشته باشه، لذت داشته باشه، خوبی داشته باشه، بدی داشته باشه. همه اینها با همه. وقتی ما میخوایم فیلتر بکنیم، فقط یک قسمت محدود رو میخوایم فقط بذاریم، در واقع باعث میشه که یک جورهای سرکوب دیگه. بعد دیدیم کتاب نیمه تاریک وجود میگه خیلی از مواقع یک حسی رو که ما توی خودمون سرکوب کردیم، اون رو مثلا توی بقیه که میبینیم خیلی بدمون میاد، چون این حسیه که ما خیلی از درون سرکوبش کردیم. در صورتی که ما باید بپذیریم که آقا ما مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها هستیم و اصلا دلیل اینکه ما نباید از هیچ کس بت بسازیم همینه. مثلا گر خانم موسوی شما خیلی آدم نمیدونم با مطالعه‌ای هستین، خیلی آدم دانایی هستین. آخه من توی خیلی از چیزا بچه‌ها ناآگاهم. یک کاری نکنید که آدم معذب بشه، مثلا یه موضوعی رو بگه من نمیدونم، من بلد نیستم. نه فقط خودتون نباید معذب بشید، این حس رو به هیچ کس نباید بدید. هیچ آدمی علامه دهر نیست. حتی کسی که رفته 10 تا دکترا گرفته، آقا توی یه مطلبی واقعا چیزی بلد نیست.
پس من میتونم توی یک سری مسائل آدم دانایی باشم، توی یک تاپیک واقعا آدم نادانی باشم. واقعا مثلا من توی زبان انگلیسی شاید خیلی خوبم، از اون طرف من هیچی راجع به زبان فرانسوی نمیدونم، راجع به زبان آلمانی نمیدونم. پس من نمیتونم توی همه تاپیک ها آدم دانایی باشم و من اینو باید در مورد خودم و در مورد بقیه بپذیرم. فلانی آدم خوبیه، من یه ویژگی خوبی مثلا توش میبینم، اما همه آدم ها نقطه ضعف دارن. اون آدم شاید توی یک موضوع خیلی بد عمل کنه و این نباید بعید باشه، چون آدم ها مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها هستن. و دیگه این که میگفت هیچ تجربه ای بیفایده نیست و حتی خیلی از رنج هایی که ما کشیدیم لازم بوده. بچه‌ها من بارها این رو گفتم که در مورد خودم خیلی از اون پختگی، خیلی از اون پذیرش، خیلی از این موردی که چیزی در واقع تکونم نمیده، خیلی یعنی تاپیکی که خیلی ناراحتم بکنه آنچنان نیست، اینه که رنج های زیادی کشیدم، اتفاقات بد خیلی توی زندگیم افتاده، خیلی بالا و پایین ها بوده که شاید کسی اگر بشنوه باورش نشه که این موارد توی زندگی این فرد بوده، که حالا اگر توی اینستاگرام من باشید اینها رو خیلیشو میدونید. مثلا مهمترینش فوت مادرم بوده، مادری که بسیار بسیار آدم آگاه و مهربان، یعنی آدمی که واقعا سرچشمه عشق بود یه جورایی برای تمام موجودات. یعنی من باورتون نمیشه اگر بگم که مامان من قند و آجیل میکوبید میذاشت در خونه مورچه ها. ما 2 لونه مورچه داشتیم توی خونهمون و مامان من همیشه اگر آجیل داشتیم آجیل میکوبید میذاشت در خونهشون و اگر قند داشتیم قند میکوبید براشون میذاشت. شاید مایه تعجب خیلی ها باشه. یا به گربه ها غذا میداد، پرنده های جدا غذا میداد بالای پشت بوممون و خلاصه آدم بسیار با عشقی برای نه تنها من، برای تمام اقواممون، تمام دوستانمون و تمام موجودات بود. و از دست دادن همچین موجودی، مخصوصا وقتی مادرت باشه و همچین ارتباطی باش داشته باشی، خیلی خیلی میتونه سخت باشه، خیلی میتونه سخت باشه. و خب این یک سوگ دیگه بچه‌ها، یک سیلی واقعیته. یعنی اگر قرار باشه آدم ها به مرگ طبیعی بمیرن، طبیعتا ما مرگ پدر و مادرمون رو میبینیم. پس این یه چیزیه که اکثریت آدم ها دور از جون شما اگر جوون مرگ نشن باهاش مواجه میشن. پس خود این رنج، خود تحمل کردن این مرحله یکی از چیزهایی بوده که توی شخصیت فعلی من خیلی نقش داشته و حالا خیلی رنج های دیگه. و این که واسودوا میگفت که این رنج ها لازم بوده، یعنی تو نباید یک مرحله ای از زندگی تو بگی چرا اون مرحله بود یا چرا فلان مرحله رو من گذروندم. شاید خیلی از آگاهی که الان داری، خیلی اون شخصیتی که الان ساخته شده، اون مرحله براش لازم بوده، اصلا به خاطر اون این شخصیت ساخته شده. پس نباید ایگنور کنیم مراحل رو، مراحل همشون لازم بودن. و اینکه تضادها توی این دنیا وجود داره بچه‌ها. همونطور که عدالت هست بی‌عدالتی وجود داره، همونطور که خوبی هست همونطور بدی وجود داره. و حالا ما این رو توی کتاب بعدی میخونیم که اگر قرار باشه خوبی مطلق، عدالت مطلق، اون هم به صورت اجباری و توی کل دنیا وجود داشته باشه، اون چرا بده و چرا اصلاً خود رنج خیلی جاها میتونه معنای زندگی باشه، خیلی جاها تفکر کردن، رنج کشیدن، قصه خوردن شاید آدم بهش نیاز داشته باشه. و ما توی کلاس‌های هوش هیجانی، در واقع کارگاهی که شرکت میکردیم، این رو یاد گرفتیم که ما به تقریبا همه حس‌ها نیاز داریم. یعنی نیاز داریم که گاهی بترسیم، نیاز داریم استرس داشته باشیم، نیاز داریم قصه بخوریم، نیاز داریم که گاهی
خیلی از احساساتمون بیاد بالا. مثلا به خیلی‌ها توصیه میکنن که کتاب‌های غمگین یا فیلم‌های غمگین ببینن تا بتونن گریه کنن. چرا؟ چون اون آدم مثلا یه سوگی داشته و اون رو همش داره انکار میکنه، توی مرحله انکاره و به خاطر همین مشاور بهش توصیه میکنه، میگه برو فلان فیلمو ببین که بتونی گریه کنی. پس ما حتی به گریه نیاز داریم و این هم خیلی جالبه. من بچه‌ها بهتون توصیه میکنم کتاب سیدارتا رو چندین بار بخونین، چون مخصوصا 2 فصل آخرش رو، یعنی این مراحل رو که سیدارتا طی میکنه، اونجایی که به معنای زندگی میرسه و اونجایی که میره و با دوستش گوویندا صحبت میکنه، افکارش رو و اون آرامشش رو باهاش در میون میذاره، خیلی خوندنیه. 2 فصل آخر سیدارتا خیلی خوندنیه و توصیه میکنم حتما بخونید، حتما بهش فکر کنید و نظرتون رو بچه ها اینجا بنویسین. اگر لایک کنید خیلی خوشحال میشم و اگر سوالی هم داشتین بپرسین.